سلام به شما. من آیاکو کوبایاشی بچگی های اوشین هستم. من ایران را دوست دارم. یالا از این که باعث شدم خانم کایو اینجوری زخمی بشن خیلی ناراحتم، ولی از این که بگم یه مدتی پیش شونساکو موندم و با اون زندگی کردم اصلا خجالت نمیکشم. شونساکو منو پیدا کرد و از مرگ نجات داد. مردم یه چیزایی میگن انگار شونساکو آدم بدی بوده و کار بدی کرده. مردم از اون هیچی نمیدونن. اون با من خیلی مهربون بود. باور میکنید این صدا 66 سالش باشه؟